این شورابینی تنتنوی در سانی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی به خاطر گسیل 25 نفر دانشجوی این مؤسسه عالی تعلیمی به خدمت حربی برگزار شد. دانشجویان به طور اختیاری به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیوستند. در مراسم با شکوه نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه، کمیسریات حربی ناحیه، رهبریت و آموزگاران و دانشجویان دانشگاه اشتراک نمودند. در آغاز رکتور دانشگاه اهل‌دین عبادالله‌زاده دانشجویانی را که اختیاراً به صف ارتش ملی شامل گردیدند تبریک و تهنیت گفته به والدین آنها اظهار منتداری نمود. گفته شد که قواهای مسلح تاجیکستان زاده دوران صاحب استقلالی و یکی از دستاوردهای مهمترین آن به شمار رفته از روزهای اولی تأسیس یابی وظیفه‌های مقدس و پرشرف، حمایه صاحب اختیاری دولت، تامین نمودن صلح و ثبات، حفظ امنیت دولت و جامعه را بر دوش دارد. با دستگیری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، ارتش ملی ما با مکتب تربیه وطندوستی و وطنداری و متانت و مردانگی تبدیل یافته تا امروز در صف‌های خود ده‌ها هزار جوانان آب و تاب یافته را به کمال رسانیده است. ریاست دانشگاه آموزگاری به هر یک دانشجویی که امروز به خدمت مادر وطن سفربر شدند امتیازهای خوب و مساعد را پیشنهاد نموده است. از جمله به 8 نفر امکانیت فراهم آورده شد که امتحان‌های دولتی را پیش از مهلت سپاریده صاحب دیپلم تخصصی شوند. شهادتنامه‌های ختم در وضعیت تنتنوی به نوسکران سپاریده شد. همچنین 17 اختیاری دیگر از حساب دانشجویان این دانشگاه که طریق بودجوی تحصیل می‌نمودند پیش از سفربرشوی به خدمت حربی استیپندیه‌های خود را صاحب شدند. سپس مسئولین در وضعیت تنتنوی اختیاریان را به کمیسریات حربی ناحیه اسماعیل سامانی گسیل کردند. باید گفت که طبق تصمیم ریاست دانشگاه دانشجویانی که شرطنامه‌ای تحصیل می‌نمایند امکان دارند که بعد از ادای خدمت حربی تحصیل را در زینه ماجستراتورا در شکل بودجوی ادامه دهند. همین گونه دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با افتخار از وطن و وطنداری اختیاراً به صف قواهای مسلح پیوست شده در تامین فضای آرام و آسوده وطن و امنیت جامعه قرض شهروندی خود را ادا خواهند کرد.